سلام بچه‌ها، خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم. از وجود شما انرژی میگیرم و خیلی دوست دارم که منم انرژی بتونم به شما بدم و اینکه میخوام این سری یک چیزی کوچیکی، داستان کوچیک واسهتون تعریف کنم در مورد موفقیت. یک آقایی بود، یه مردی بود، دو تا پسر داشت. خب یه پسرش درس میخون، همیشه سرش رو کتاب بود، تمام وقت و انرژیش رو واسه درس میذاشت و هیچ کار دیگه انجام نمیداد، یعنی تو کارهای دیگه کلا تنبل بود. یه پسر دیگهش تو درس‌ها معمولی بود ولی خودشو سرگرم مهارت آموزش، مثلا میومد با کولر برمی رفت درستش میکرد، خرابیشو با شیر آب، با نمیدونم هر وسیله‌ای که خونه خراب بود اونها رو درست میکرد در کنار درس خودش که درسش به طور معمولی بود. روزی پدر این بچه های، یعنی این مرد، به شیوانا رسید، گفت که خب بیام در مورد پسر خودم باهاش صحبت کنم، مشورت کنم. ازش سوال کرد که شیوانا، من ماجرا رو تعریف کرد. گفت من 2 تا پسر دارم، اولیش خیلی خوب درس میخونه، خیلی عالیه، شب و روز سرش توی درسه و من خیلی خوشحالم که اون درس میخونه. البته تو کارهای خودش تنبله، کارهای شخصیشو انجام نمیده، خواهرش انجام میده، مادرش انجام میده، من انجام میدم، ولی میارزه به این که بخواد درس بخونه چون آیندهش روشنه، یه کار دولتی میگیره و آیندهش کلا، من از آیندهش اطمینان دارم و خیلی خوشحالم که پسر من داره شب و روز درس میخونه. ولی یه پسر دیگه دارم، خب زیاد درس نمیخونه ولی کار شخصیشو همه رو انجام میده، لباساش خودش میشوره، وسایل خونه رو تعمیرات میکنه، بعد اتاقش خودش تمیز میکنه، مشکلات خونه هرچی خرابی داره اونو درست میکنه. من نگران این پسر خودم هستم، اون پسرم نه، میدونم که آیندهش روشنه ولی نگران این پسرم هستم که آیندهش چی میخواد بشه وقتی درس نمیخونه. یعنی درس معمولی میخوند، خیلی مثل اون پسرش درس نمیخوند. بعد شیوانا گفتش که اتفاقا تو باید نگران اون پسری باشی که داره درس میخونه، یعنی اینکه شب و روز در حال درس خوندنه، به جز درس کار دیگه انجام نمیده. گفت تهش اون پسر میره مثلا یک کار دولتی میگیره، اگر روزی اونو از اون کار انداختن بیرون، اون هیچ مهارتی بلد نیست، حتی بلد نیست کارهای خودش رو انجام بده، کارهای شخصیش رو انجام بده، از پس خانواده خودش مثلا در آینده بر بیاد، هیچی ازش بر نمیاد. تو باید نگران این باشی، نه نگران اون پسری باشی که اگر به فرض مثال جو کار مثلا نگرفت یا اصلا کار گرفت اخراج شد، باز هم اون توانایی اینو داره، یه سری مهارت ها داره که بخواد از اونها استفاده کنه، یا اینکه بخواد تو زندگی خانوادگی خودش سرپا بیسته چون استقلال داشت، تنبل نبود. و اینکه ما همیشه سعی کنیم خب درس بخونیم، خوبه، حتی استعداد داشته باشیم، خیلی مهارت داشته باشیم تو درس خوندن، در کنارش یه خورده به کارهای خودمون هم برسیم، نه تمام انرژی و وقتمون رو فقط صرف یه کار کنیم، به هیچ کار خودمون نرسیم. اینکه امیدوارم تو زندگی خودمون همیشه تعادل ها رو حفظ کنیم، همه چی رو یه ذره داشته باشیم، نه اینکه به یک سمت بریم یه چیزی رو داشته باشیم بقیه چیزها رو تو زندگی خودمون رها کنیم. مرسی از اینکه در کنار شما بودم و ازتون انرژی گرفتم. مرسی.